اولوتان نادیله انصاف علی هدایت هستم و برنامه 110 مهندسی جهل رو آغاز میکنم. بریم ببینیم که امروز و در این برنامه شانسمون کدوم کتاب ترکی دست نوشته خطی قدیمی و تخصصی میفته که اون رو تلاش بکنیم که درکش بکنیم، بخونیم. ما اصول عقاید رو اینها رو خونده بودیم اگه فکر نکنم اشتباه. بله، علم الحال و علم اخلاق و موعظه. ببینیم این علم اخلاق و موعظه چی هستش. این کدومه؟ اینو ببندیم. اول از هیچ چیز بریم وضعیت فیزیکی کتاب رو ببینیم. کتاب جلد چرمی داشته. به نظر میاد که خیلی ریزه‌کاری روش کار شده بوده و یه نقشه حالا یک چیزی هم در وسط داشته، از بین رفته، خیلی چیز شده. صفحه اول رو که نگاه میکنیم، وقتی جلد رو باز میکنیم، همینجا نوشته 13، یه عدد 13 اینجا گذاشتن، اینجا 1. احتمال میدم که این پشت صفحه رو الان ما داریم میبینیم، رنگش به طرف پشت صفحه افتاده، ولی خود صفحه اینجاست. بله، در دوره عثمانی نوشته شده. باز هم مثل کتاب‌های قبلی که در دوره عثمانی می‌نویسن، بالای بسم الله الرحمن الرحیم یه گنبد شکلی هستش که درونش یه طرحی هست و بالاش هم انگار که از این گنبد یه چیزی زده بیرون، اون رو طراحی میکنن که انگار جهان درون انسان رو ترسیم میکنن که رفتارش، اعمالش و افکار و کلماتی که از دهنش میاد بیرون، اینها از جهان درون میاد بیرون و به نظر من هم چیز جالبی هست. حالا نگاه میکنیم کتاب رو، یه ذره این بازم اگه کوچیک‌تر بشه، یه 10% کوچیک بشه، این خیلی بزرگ کوچیک شد. بشه اوکی. خب این دیگه حداقلشه. به نظر میاد که کتاب بله ترکی هستش. یکی دو کلمه رو خوندم و اینجا احتمال میدم که این کتاب البته آسیب دیده، اینجا آب وارد شده، در تقریبا حاشیه تقریبا یه مقدار از هم پاشیده، ولی خب به هر حال نگهداری شده یه مقدار قابل توجهی. این کتاب 136 صفحه PDF هستش، در حال که خود در PDF 2 صفحه هست. یعنی اینو باید ایچیت سالپاخ، یعنی ضرب در 2 بکنیم، میشه 272 صفحه این کتاب میشه. خطش خط جالبی هست، یه مقدار نازکه ولی صداگذاری شده. یکی از مهمترین معیارهایی که فعلا برای من در خواندن کتاب‌های ترکی تاریخی دست نوشته خطی تخصصی هستش اینه که دارای اعراب باشه، یعنی دارای صداهای ا او ای باشه تا بشه بر اساس زبانی که در هنگام نوشتن این کتابت رایج بوده، زبان ترکی که در هنگام نوشتن کتابت رایج بوده، بشه اون رو خوند و این کتاب شامل اون هست. در این حال زیبایی کتاب هم به نظر من وقتی هستش که من بتونم با این بیسوادیم بخونم. البته اگر سواد من هم خیلی بره بالا و در زبان ترکی خوندن خطی و بتونم این مثلا خوشنویسی های پیچیده در هم رو هم بخونم، خب اون یه امر دیگری خواهد بود، یه مرتبه دیگری از درک زیبایی و درک معنای زیبایی خواهم رسید. متاسفانه اینجاها میبینیم که آب خیلی زیاد وارد شده و به کتاب خسارت زده
اینجا با یه بسم الله الرحمن الرحیم دیگری روبرو میشیم. در این کتاب می‌بینیم که حاشیه نویسی زیاد هستش، یعنی معلوم هستش که این کتاب خونده شده در عصرش و زمانش. همینطور ادامه داره. اینجا یه بخشی حالا یا خالی مونده یا اینکه به هر حال فکر میکنم که خالی مونده. حالا این کتاب چون خیلی زیاد هست، من هر 20 صفحه یه مقداری صفحه رو نگاه میکنیم که ببینیم تقریبا همون سبک بر روی بعضی از کلمات خط کشیده و این رو خط قرمز کشیده و این رو چیز کرده. مثلا اینجا مفهوم موعظه، در مورد موعظه میخواد اینجا یاد بده که موعظه چی هست، چجوری باید موعظه کرد و اینها. این کتاب البته که کتاب برای طلبه ها نبوده دوستان، برای هر کسی که بخواد یک کتاب حرفه‌ای بخونه این کتاب در اون زمان نوشته میشد و میشه. بریم صفحه 40 PDF ببینیم که در چه وضعیه. باز به همون البته یه مقدار فاصله ها اینجا انگار فاصله بین پاراگراف ها زیاد شده و هنوز باز اون رنگ های قرمز و این حاشیه نویسی ها دوام داره. بریم صفحه 60 رو 63 الان هستیم. کادر رو حالا من دقت نکرده بودم، کادر هنوز همون کادر قرمز در دور مطلب دوام داره. بریم صفحه 80 بازم همین شکل ادامه داره، ولی این ظاهرا کاغذ خیلی نازکه و به خاطر نازکی کاغذ مثلا اینجا من کلمه پنجشنبه رو میبینم، نمیدونم چرا این اینجا هست، اینجا نوشتن. حالا ببینیم که اینجا هم نگاه کنید، این مثلا خط خوشنویسی هستش که به نظرم جالب هست، این رو هم میتونم بخونم، اما به هر حال برای من این خط بهتر از این خط است، به خصوص که صداگذاری هم شده. بریم صفحه 100 کتابت رو نگاه بکنیم. این هم صفحه 100 کتابت. باز هم اینجاها به نظرم خطش بهتره. حالا گفتم این به خاطر فکر میکنم اگر روغن مالی نشده باشه این کتاب، که احتمالاً روغن مالی هم میشده در قدیم ها یا کاغذ های روغنی، اون طرف ورق هم از این طرف دیده میشه، انگار که رنگشو پس داده به این طرف. صفحه 120 رو هم بریم از PDF ببینیم. اینم جالب هست. اینجا بهتره به نظرم، خط اینجا از اون اول بهتره. حالا من خیلی یادم نمونده، ولی 120 اگه برم دوباره به نظرم اینجاها بهتر دیده میشه. و آخرین صفحه 136 کتاب هستش که اینجا میتونیم این رو ببینیم. جلد کتاب آسیب دیده، کتاب آسیب دیده ولی خیلی آسیب ندیده، مثل اون کتاب قبلی که دیدیم مثلا پاره شده و چیز هستش. حالا برگردیم ببینیم که من دوباره چک بکنم، هی تلاش میکنم که در کمتر از 5 دقیقه صحبت بکنم، الان 9 دقیقه هست دودن. خب برگردیم و کتاب رو ببینیم. این جلدمون هست و اینجا صفحه، این پشت جلد هست و این صفحه سفید کتاب هست که ما از اون طرف داریم این رو میبینیم. در کتابخانه سلیمانیه احتمال نگهداری میشه و اینجا بسم الله الرحمن الرحیم سبحان الله و بحمده عدد خلقه بحمده عدد خلقه و رضا نفسه و زنت عن شئه و مداد الکلمات جزا الله مجردا، احتمالا مجردا، النبی انا ما هو اهله و رضی الله تعالی عن آله و اولاده و ازواجه. حالا این آلهی مثلا اینجا من با مثل دال نوشته شده، اولادهی درسته، ازواجهی هم
یه مقدار عین دال هست ولی یه مقدار حالا آدم فکر کنه این ازواجهی هست. باید این رو دقت بکنیم که در این کتاب این ه های آخر کلمه رو مثل د می نویسه با یه مقدار گردی بیشتر، البته بعضی جاها هم خیلی کمتر. اجمعین. اما بعد معلوم olsun ki Hakkı Teala kelam-ı kadimilere, cümle müminlere سوره تحریم'de buyurur. حالا یه سوره هست، حالا تحریم کدوم چیز هستش؟ من اینو برم گوگل بکنم، چون اگه این رو ندونیم دیگه تقریبا میشه گفت که بعضا ممکنه که نتونیم مفاهیم چیز رو هم بدونیم. باید بنویسیم سوره تحریم، ببینیم که این سوره تحریم ببینیم که چی هست. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها النبی تحرم ما احل الله لك تبغی مرضات ازواجك و عفا الله و الله غفور رحیم. این سوره اسمش تحریمه، نمیدونستم، حالا یه چنین چیزی یاد گرفتیم. سوره تحریم. حالا کدوم سوره هست اگه بشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. اوکی. حالا این سوره رو دیدیم. حالا اینجا به این سوره اشاره میکنه، میگه که اما بعد معلوم olsun ki حق تعالی کلام قدیمیلere cümle müminlere سوره تحریم'de buyurur. در سوره تحریم میگه یه آیه هستش که این که کلام خدا کلام قدیمی است اون رو مشخص میکنه. حالا ببینیم. گو انفسکم یعنی جهنم آتشیندن نفسینیزی طاعت و ترک معاصی خلاص ایلیون buyurdu. اینجا گو انفسکم نان نگاه کنیم، فقط از همین یک کلمه. حالا برگردیم دوباره به این سوره ببینیم گو انفسکم اینجا کجا هست. اگه بشه اینجا متاسفانه نداره. گو انفسکم اصلا یه چیزی رو میگه نداره که. کدوم اینجا؟ من اینجا یه آیه، حالا بیا و یه مشکل رو گو، حالا الفشو نذاشتم من احتمالا به خاطر اون. گو انفسکم آیه 6 سوره تحریم. اوکی، برگردیم بریم اونجا ببینیم که این آیه 6 سوره تحریم چی میگه. یا ایها الذین آمنوا گو انفسکم و اهلیکم نارا وقودها الناس و حجارة علیها ملائکة غلاظ شداد لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. حالا اینجا از همین کلمه گو انفسکم و اهلیکم یه ببینیم چی در میاره این آدم. البته آیه ادامه داره دیگه، اونجا هم جهنم رو ترسیم کرد یه جوری. گو انفسکم یعنی این آیه رو اینجوری میگه، یعنی جهنم آتشیندن نفسینیزی طاعت و ترک معاصی خلاص ایلیون بuyurdi و انفسکم نارن. یا این اهلیکم، اینم اهلیکم انفس و اهلیکم. اوکی، داره این سوره رو احتمالاً فعلا اینجا داره ترجمه میکنه برای حالا این کلمات رو. اینجا میبینیم که اینجا گو انفسکم بالاش یه خط قرمز کشیده و اینجا البته بالا هم بعضی از کلمات رو دوباره خط قرمز کشیده که اینها عربی هن یا ربط به قرآن دارن اینها.
آتشدن هم البته جهنم آتشیندن، بالای این هم روی این هم خط قرمز کشیده. و اهلیکم نارن، حالا اینجا این که میگه و دخی اهل و عیال نزی، جهنم آتشیندن، نصیحت و صادیب تعدیب، نصیحت و تعدیب و امر خیر و نهی، شر و تعلیم، علم حال ایله، علم حال ایله. اینجا حالا اون علم حال رو میخواد اینجا بگه که شر و تعلیم علم حال ایله، خلاص ایلیون امر دی، مفهوم بیضاوی و معالم تنزیل. حالا میگه من این معنی رو که الان اینجا یعنی خود نویسنده میگه که من اینها رو از کتاب بیضاوی و معالم تنزیل گردآوری کردم. خب دیگه ترجمه نمی کنم برای اینکه این کتاب به اندازه کافی وقت میگیره. و طریقتن یه مقدار در خوندن این با مشکل مواجه همونطور که گفتم به نظر میاد که یه چیزی به این خورده، یه حالا روغنی چیزی به این کتاب خورده و این رنگ ها یه مقدار قاطی کردن، یعنی مثلا نقطه ها دوتا دیده میشه و بیشتر به هم چسبیده میشه، دندانه ها از بین رفته و اینها. مثلا اینجا شر رو اینجا ایلسون ایلیون، معلوم نیستش که این سین هست یا چیز هست. آتشدن دوباره این همون مشکل رو داریم. و طریقت ده یازر کیم مسلمان جاریسنه و کلسنه، نمازلری جایز olacak miktarı Kur'an'ı öğretmek ve vacip olan meseleleri öğretmek ağalarının ve hatunlarının üzerlerine vaciptir ve namaz ile oruç ile emr edir ve namaz vaktinde hizmet ettirmez. Hatta hasta olup abdeste qadir olmasalar ağaları ya vekili onlara abdest و vermek واجبdir. اینجا داره در مورد یه حقی صحبت میکنه که اون علم حال که گفت تعلیمش واجبه تا از جهنم اهل عیالتون رو خلاص بکنید، اون رو اینجا گفت که یه چیز گفت اهلیکم نارن و دخی اهل عیالنزی، جهنم آتشیندن، نصیحت و تعدیب. و حالا این تعدیب رو بعداً توضیح میده احتمالاً، یعنی اون پایین که خوندیم قسمت پایین اونجا داره توضیح میده. میگه طریقت یازر کیم، در اون راه و روش عرفانی اینها نوشتن که مسلمان جاریسینه و کلسینه. حالا جاریه معمولاً به خانم میگن، کله معمولاً به برده‌ای که خریدید میگن. الان دیگه رسمیش در گذشته ها بوده، در همه جوامع بوده، در جوامع اسلامی هم بوده، ولی یه حقوقی داشته. این حقوق رو اینجا حالا در جامعه مسلمان و اسلامی یه حقوقی برای این آدم زرخرید قرار داده بوده. این رو میخواد الان به ما بگه که چی هست. میگه مسلمان جاریسینه و کلسینه، یعنی به این دوتا نمازلری جایز olacak مقداری، به اندازه نمازهایی که جایز هست باید چیز بده، یاد بده. جایز مقدار نمازلری جایز olacak مقداری قرآن öğretmek öğretmek داهی بهتر. این گ رو اینجا یه بخونیم بهتر، زبان من عادت میکنه به این öğretmek. این گ اینجا
ارجتمک دیگه نخونیم، اویرتمک بخونیم بهتر از همین که امروزه گفته میشه. اینو من بگم. حالا اونجا که و گه نوشته بشه اونو دیگه میدونیم که گاهی وقتا تغییر میکنه صداهای ترکی. میگه که جاریسنه و کولسنه نمازلری هابیله، به مقداری که جایزه قرآن رو آموزش بده و واجب olan مسئله‌leri öğretmek، اینها هم مسئله هایی هم که لازم واجب هستش اونها هم باید صاحب آقالرینون یعنی مثلا اگر من برده دارم آقا حساب میشم دیگه، مسئول. آقا پس میدونیم که مسئول یا صاحب، حالا در اون زمان صاحب حساب میشده، مسئول یه عده آدم هست، بچه هست، زن هست، اگر کارگری داره اینها، یا قبلا برده‌ای داشته. آقalarının ve hatunlarının üzerlerinde vaciptir، بر روی این آقاهاشون و خاتونهاشون. یعنی اینجا به نظر میاد منظور از جاریه خانم‌های زرخرید هستن، خانم‌هایی هستن که اونجا کله مردهایی هستن که خریده شده با پول، جاریه زنهایی هستن، دخترایی هستن که با پول خریده شده. حالا اینها یه آقاها دارن، آقالر، و یه خاتونلر دارن، خاتون. میگه بر این خاتون و آقا واجب هست که برای اونها نمازها رو و به اندازه‌ای که امکان داره قرآن رو و مسائل واجب رو یاد بده. واجبه براشون، یعنی گناهکارن اگه یادشون ندن. و نماز ایله oruç ile emr edir و نماز وقتinde خدمت ettirmez. میگه اینها نماز و روزه هم باید بهشون یاد بدن و اجازه بدن. امر ادر یعنی اینم امر شده، ایله امر ادر یعنی اسلام این امر میکنه. و در وقت نماز این صاحب جاریه و صاحب حالا این کلمه جاریه که در زبان فارسی رسمی به معنی اینجا مشخص میشه که به معنی همسر نیست، زن نیست، شریک زندگی نیست، به معنی زرخرید این هست. البته در ایران واقعیت اینه که حالا من کشورهای دیگر رو نمیدونم، در ایران ما زنها رو میخریم، واقعیتش اینه. یعنی دیگه اینو نباید کتمان بکنیم چون به خودمون و به جامعهمون دروغ میگیم. دروغ گفتن مشکلی رو حل نمیکنه بلکه بدتر هم میکنه. ببینید وقتی که ما میریم برای خواستگاری یه خانم یا یه دختر خانم، از ما یه پولهایی میخوان. الان نداری چک بده، هر وقت خواستی طلاق بدی بده. همینه، یعنی فرقی نمیکنه که 10 سکه، 1000 سکه، 1,000,000 سکه، نمیدونم 10 میلیارد تومان، 100 میلیارد، چه فرقی میکنه الان چی داده کی گرفته؟ نه، وقتی شما داری قرارداد میبندی من این رو به شما فروختم، نمیگی فروختم ها، ولی میگی آقا من دخترم رو مثلا زیر این قیمت نمیدم، زیر 100 طلا 1000 طلا نمیدم مثلا. خب این چونه زدنی که وجود داره مثل شما رفتید یه جایی خرید و فروش میکنید، روی اون چونه میزنید. حالا هم که رفتیم یه خانومی رو مثلا من عاشقشم، به اون عاشق من هست، میخوان با هم زندگی بکنن، میایم پدر و مادرمون یا نزدیکانمون چونه میزنن که قیمت رو بالا و پایین بکنن. در حقیقت ما داریم اون دختر رو میخریم، اون خانم رو میخریم. اون حق نداره با من برابر باشه چون من خریدمش. من یه ماشین که میخرم حق نداره با من برابر باشه، حق نداره چون که من خریدمش. اون زحمت نکشیده که من زحمت کشیدم، من اونو خریدم، اون منو نخریده. زمانی اینجا خریدن معنی نداره که دختر و پسر بگن آقا ما الان یا داریم یه چیزایی یا نداریم،
یا پدرهام و مادرهامون یه چیزی به ما میدن یا نمیدن. زندگی رو برابر میریم شروع میکنیم، ادامه میدیم. من از تو چیزی بابت این که من با تو زندگی میکنم تو هم با من زندگی میکنی نداره. حالا بعضی وقتا می خانم میاد میگه آقا من در خانه تو مویم رو سفید کردم. خب من چی کار کردم؟ بگه موی من در جای دیگری سفید شده. اینها منت‌هایی هستش که بازم از سر همونه، یعنی خودش رو یه جورهای برده میدونه. برده نگیم، اینجا کلمه جاریه رو به کار برده، جاریه میدونه. حالا میگه که این جاریه ها، این چیزایی رو که خریدید ببینید یه حقی داره، حق آموزش داشته، حق دونستن مسائل واجب داشته، حق نماز و روزه داشته و اینکه وقت نماز خدمت ادرم است. در وقتی که وقت نمازه حق نداره به اونها امر بکنه که شما نماز نخون الان کار من انجام بده. و حتی جلوتر میده، حتی خسته علب آدسته قادر علمسه. حالا آدم این کسی که هست، حالا جاریه یا اون کله همون گول برده، میگه که اون اگه خسته شد هسته علوب آب دسته قادر علمیه، یه جوری مریض شد که دیگه توانایی که بره آب دست بگیره یعنی وضو بگیره نداره. میگه آقالری یا وکیلی آنلره آب دست برمک واجب دور. یا خود این صاحبان خاتون و آقا یا اینها یک کسی رو مأمور باید بکنن، وکیلشون، که برای این خانم و آقایی که حالا خریدن و نگه میدارن بره باید براشون آب دست، وضو، آب وضو اینا بده. یعنی اینقدر یه حق حداقل حقوقی رو براشون داده. و bir köy Muhammeden Efendi'nin Murşidül Müteahhilin Risalesinde محمد افندینون مرشد المتأهلین، این یک کتابه که یه آدمی به نام محمد افندی یه کتابی نوشته به نام مرشد المتأهلین. من اینجوری دارم میخونم اینو. رسالesinde yazır ki husmalerinden eşinin hatuni divani hakkı gelir. Ya Rabbena erlerimizden hakkımızı alıyor diyor anda ederler. Zira bizlere bilmegimizi ve ilmi talim etmediler ve bizlere haram yedirdiler. Hakkı Teala meleküne حالا اینجا ملک چی هست نمیدونم، ملکونه فقها yazdılar. این ملکونه نیره، حق تعالی çiçi güne fugaha yazdılar. İsa hakların erlerinden alıp hatunlarına verecektir. Zira adildir ve bazı kişi de mesturdur. Kıyamette üç kimseye azap olunur ve validine ve hatununun erine valideyne ve hatunun erine evladlarına ve hatuninin ادب و علم hallerin تعلیم etmedikleri için. حالا اینجا میگه برای 3 دسته در قیامت عذاب هستش. حالا یکی والدینه احتمالا باشه، والدینه و خاتونون ارینه نچون، پدران
و شوهر زن و پدر اولاد لرینه و همچنین برای بچه هاشون و خاتونه ادب و برای همسرش ادب و علم و حاللرین تعلیم اتمدیکلری چون به خاطر اینکه به اینها به این سه دسته میگه آموزش نداده، ادب و علم حاللر رو به اینها آموزش نداده، در جهنم چیز میشن، تو آتش میسوزن. حالا حقیر پور تقصیر اللهم دیر که استدراج علمن نه بلکه در این که الان نمیخونم واقعیت به خاطر اینه که این کلمات و دندانه ها به هم ریخته، نمیتونم تشخیص بدم. اینو یه ذره کوچیکش بکنم شاید بتونم. بلکه دنیاده دخی فقر فاقه و نچه بلالر ایله عذاب اولونور و عکس اولونور زیرا مشاهده اولوندی و حقینده آیت کریمه واردور. آیت که تاتارخانه لطائفیندن. حالا این احتمالا یه چیزیه، آیت کریمه واردور اینجا که تموم شد و تاتارخانه لطائفیندن نقل ادر. یک کتابی احتمالاً هست به نام تاتارخانه لطائفیندن یا لطائف تاتارخانه. حالا اجازه بدید ببینم اینو گوگل بکنم، تاتارخانه لطائفیندن. بذارید ببینیم این یه چیزی هست، تاتارخانه لطائفی تاتارخانه لطائف قرآن. حالا اینجا اینو نیاورد، احتمالا باید به یه زبان دیگری بنویسیم، نمیدونم. میگه که تاتارخانه لطائفیندن نقل eder حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها buyurdular ویل یعنی هلاک olur ol kimseye ki evladine ve ayaline تعلیم قرآن etmeyeler ve adab erkan etmeyeler. Benim canım munsif olup مدعی متصف نه متفت. حالا این چیه این نمیدونم. متصفت نمیشه، این هم نمیشه، این کلمه رو نمیخونم. benim canım münsif olup müddei حالا اینجا این کلمه رو اصلا نمیدونم بخونم. و معذور اهل حسد علما. و حالا ادامه داره این. بریم صفحه بعد. اینجا رو یه مقدار افتادم دوباره به گل. بریم از صفحه 20 یه صفحه رو تلاش بکنیم بخونیم که ببینیم اونجا چجوری میتونیم بخونیم یا نه. اول مفهوم موعظه. اینجا بدتره که اصلا روایت اولور که ابو هریره احتمالاً هسته. ابو هریره ابن gün çarşuya girdi. Bir gün Ebu Hariره bir gün çarşuya. çarşuya girdi. çarşı بازار. الان هم تو تبریز چارشو میگن. در ترکیه که خیلی چیزه. بخش هایی از بازار تبریز رو که وارد بشیم میگن چارچه. الان چارچی شده، اون چارشیه همون. چارشویا girdi و
اصلا اینها دیگه غیر قابل خوندن هست. بریم صفحه سی ببینیم، به جای این ببینیم میتونیم صفحه سی رو بخونیم. میخواستم این موعظه رو حتما یه چیزی بدونم ازش. عقاید بخاری و مسلم کتابlarında ابا هریره، حالا این ابا هریره همجا هستش، روایت ادریدی، دو نویسنده بسیار مشهوری در جهان اسلام وجود داره، یکی بخاری هست یکی مسلمه. این دوتا در کتابهاشون میگه از ابا هریره، که شیعه ها این رو خیلی چیز میکنن، دشنام اینا میدن، میگن که روایت ادریدی فلان ادیجیلردن یا خود سرات کپرسی. اینجا اینو نمیتونم بخونم، برای همین ازش رد شدم. ایجیلردن یا خود سرات köprüsü üstüne زور، من اینو زور میخونم، köprüsü üstüne زور، اینجوری دارم میخونم. yedi his edicilerden yedi haps edicilerden ziyadesiyle kaçun. حالا این چیه؟ yedi haps edicilerden ziyadesiyle kaçun. Hakkı Teala'ya şirkeden به غیر حق adam öldürmekten iki birliği küffariden geçmekten sehriden riba و malın، همان ربا هست. ربا اینجا یه مقدار مثل بوآ نوشته شده، به نظرم این ربا هست، ربوا مثلا، شاید هم جمع ربا باشه، نمیدونم. ربا malın riba malın yetim malın yemekten mümineye salihe hatunlara gahbe demekten bu 7 şeylerden gayetle ihtiraz lazım ve vacibdir. Zira kebair اینجا افتاده کاملا، اینجا این کلمه این جمله ها از بین رفته یا اینکه ننوشتن. واجب در زیرا کبائر دیگه بقیه مثلا دندر مشارق، اینجا این کلمه رو میتونم بخونم دیگه خالی هست. فی بیان عذاب الکذب و العالم الغاسق و الزانی و العالم الفاسق و الزانی و اکل الربا. حالا اینجا در مورد این بیان ها صحبت میکنه که فی بیان عذاب الکذب، دروغگویی، عذاب دروغگویی، و العالم الفاسق، عالمی که فاسق هست. حالا این فاسق بذاری ببینیم به چه معنی هستش. فکر میکنم فاسق ما معنا فاسق، بذار ببینیم. در لغت فاسق به کسی گفته میشه در مسیر درست از مسیر درست خارج شده و مرتکب گناه فسق میشود. در اصطلاح فاسق کسی که مرتکب گناهان کبیره میشود یا به طور کلی از اسرار الهی سرپیچی میکند. به عبارت دیگر فاسق کسی است که از مسیر دین و اخلاق منحرف شده و به گناه و تباهی رو آورده. نه این نیست، عربیشو باید پیدا بکنیم. این ما که نوشتیم ما هو معنی الفاسق، بنویسیم ببینیم حالا اینجوری میاره. الفاسق فی اللغة هو الخارج عن امر الله تعالی و طاعته
و فی شرعه هو من ارتکب کبیرة من الکبائر او اصر على صغیره. به معنی آخر الفاسق هو من یخرج عن طاعة الله و شرعه. همین معنی که در فارسی نوشته بود همون رو اینجا هم تکرار کرده. ولی اجازه بدید اینجا ببینید کلمت فاسق مشتقتون من الفعل فسق الذي یعنی الخروج. فاسق خودش به معنی خروجه. فی المعنى اللغوی يدل على خروج عن شيء و فی شرع يدل على خروج عن طاعت الله. الکبائر و صغار، حالا اینا دیگه فاسق پس به معنی اینه که چیز باشه، عالم فاسق و زانی، زنا کننده و اکل ربا و کسایی که ربا خواری میکنن. اتفاق مسلم و بخاری سمر ابن جندب، این سه تا سمر ابن جندب هست، بخاری هست و مسلم هستش. حضرت فخر عالم علیه السلام بویردلر اینها گفتن که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرموده استش که و اگم که ایکی و اگم که iki kişini Quds şerife getirdiler. حالا اینجا اینو نمیتونم بخونم، این کلمه عربی ظاهر خط قرمزم روش کشیده، این رو نمیتونم بخونم که چی هست. اگه ده حالا بعدم شاید اینو بشه خوند. و اقیم ده iki kişini Quds şerife getirdiler. Anda ve adamı oturur gördüm. Anda ve adamı oturur gördüm. Bir adam dahi ayakta elinde demirden cengal oturur gördüm. Oturu gördüm. Yani در حال نشسته. Anın öğrediğine çengi sogar kafasına. حالا یه جنگی این چیز هستش دیگه، شنه. در ترکی ما شنه میگیم، سه شاخه و اینها، مثل چنگلی که امروزه وجود داره اونو داره میگه. میگه سوگار قفسine، قفا اینجا. دگin bir tar sonrasına آخر اردینه آوردنا sogar yine kafasına dikin bir tar yırtar. Avırd اینجا. آخر آوردنا sogar yine kafasına dikin yırtar. در حال خب اینها رو دیگه نخونیم دیگه، قرار شد یک صفحه بخونیم. بریم صفحه 50. زیرا ضرره سببدür. حالا این چی هستش؟ بذار ببینیم. حرادت سبب اولن سیچکدن احتراز اولنه. حالا این چی هستش نمیدونم. سلام اولان سیچکدن احتراز اولنه زیرا گان جونی tuzli yemek yaraya و öpüze sebeptir. حالا این مربوط به بستن زخم و ایناست. و ایک و این آخرینده، احتمالا آین و آین آخرینده. اینجا چرا آ میخونم؟ برای اینکه بالای آی به جای مد فقط آ گذاشته. از اینجا میخونم آین.
آخرینده و چهارشنبه و جمعه ارتسی گان آلنمه. حالا در این روزها میگه خون گرفته نشه، زیرا ضرر سبب در حتی bir mühdes جمعه ارتسی گان آلدی. این محدث چیه؟ احتمالاً محدث یا آدمی که حالا خون میگرفته، چی میگن این نشتر میزنن خون میگیرن، اینو میگه احتمالاً. جمعه ارتسی گان آلدی یعنی روز شنبه. ابروشون مریضینه مبتلا oldu. این یه اسم مرضه. آبرش مرضine müptela oldu. Cümle hekimler ilaç edemediler. Dua edip ağladı ve secdeye gitti ve uyudu. Vaqiasında fakr alemi gördü. Marazi fakr aleme şikayet etti. Buyurdular ki benim hadisim çهارشنبه günü ve سبت günü. سبت الان هم در عربی هست و به شنبه گفته میشه. چهارشنبه günü ve سبت günü گان almak مرضه sebeptir. Sana ulaştı mı? muhaddisi beli ulaştı. Muhaddisi beli ulaştı velakin sıhhatine şüphe ettim dedi. Fakr alem hadisimizi ezberlesene dedi. Ezberlesene dedi. Yani ya اینو ezberش بکنی. اینو ezberlesene dedi. Mübarek eyleye. Mübarek eliyle ابرش yerini مس etti. ابرش حالا یه بیماریه، میگه اونجا رو مس کرد. mühdese uyandıkta üstüği به اذن الله تعالی صاف دی. حالا اینجا uyandıkta ابرشوغی اون ابرشوواریده. ابرشوغی یا ابرشوغی به اذن الله تعالی صافیدی و pazar günü ve salı günü ayın 17 gününde sonra ta ahirine 3 gün galana dekin baştan gan almak 7 mereze şefadır. Cüzam merezine ve cunun merezine ve ابرش مرزine ve ayguva مرزine. حالا اینم چی هست؟ و uygu مرزine ve dipş ve göz ağrısına ve baş ağrısına, göz ağrısına, baş ağrısına şefadır ve akl ziyade ve hifz ziyade olmağa sebeptir. Akl ziyade ve hifz ziyade olmağa sebeptir ve aksine çok gurundan gan almak, garından hemen çok gurundan gan almak zarardır. Hala ve onu temne sebeptir. Ve unutmak فراموشی و unutmene sebeptir. شرح شرعه. حالا بریم صفحه 70 PDF. اینجا ببینیم که از کجا میشه این رو شروع کرد. اینجا bir kimsene abdestli gezmekle mudavemet eyleseydi devlete nail olur.
biri melekler onun musahibini severler. İkinci, madam ki abdesti gezür, kalem sevabin yazar. Üçüncü, cümle azası tesbih eder. Dördüncü, asla افتتاح کبیره. حالا اینجا افتتاح من میخونم ولی افتتاح نیست، چون چیزه هرچی هست از بین رفته نمیشه خوند. افشاح احتمالا باشه، افتتاح باشه. کبیره اما حالا هرچی هست ایله götürmen beşinci hakkı. این رابعا میتونه باشه. Hakkı Teala kendine bir melek yollar. İns ve cin şerlerinden hifz ederler. Altıncı, Hakkı Teala ölüm acılığından xilas eder. Yedinci, madam ki abdestlidir, Hakkı Teala'nın hifzinde ve emanindedir. Vesile توزا یا فتا این کنت ترجو لقاء الله فی دار البقاء واشرب بعد اسباغ الوضوء بما كان يبغي في الاناء فإن الشرب من باقي الوضوء شفاء كان من 70 داء. ابن شدلی، ابن سیدعلی هم میتونه باشه، نمیدونم. حالا اینجا هم یه چیزی گفته که بالاخره داره یه حرفایی رو میزنه. بریم صفحه. ما کاری به اینکه این مفهومش درسته یا نه درست نیست نداریم. ما میخوایم کتاب رو از نظر اینکه در گذشته کتاب‌های تخصصی، دینی، عرفانی، سیاسی، پزشکی و ادبی و لغتنامه و اینها به ترکی نوشته، میخوایم اینها رو بدونیم. حالا بعضی از احادیث رو من خودم مثلا نمیپسندم، اون یه چیز دیگریه، این پسند من هست، درست ممکنه غلط باشه. خب بریم صفحه 100 ببینیم که اونجا چی هستش. bir kimsene، حالا از کجا شروع بکنیم این رو؟ وسیله عزیز Luqman Zulqarneyn üçündə ixtilaf oldu. Nəbidir dedi, bəzilər dedi, bəzi Vəliyullah. Cəmiən ənbiyanın ola Adəm peyğəmbərdir. Həm axir zamanında Muhammed fəxr aləm Habibullah, bu ikisinin arasında nəbilər gəldi. Həm sadiq hesabın kimsələr bilmez. Ani hemen Allah bir kimse bu dua sabah ile 3 kere okusa, sabah ile 3 kere okusa, in sabah mı? Sabah yani. Sabah ile 3 kere okusa yanmeden ve خرسبزدن، حالا خرسبزه چی هست نمیدونم، و باتمدن، خرسبزدن و باتمدن به اذنه تعالی خلاص. سبب بسم الله ما شاء الله لا سوق الخير الا الله ما شاء الله لا يعرف سوء الا الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. زهر الریاض. حالا اینم زهر الریاض نمیدونم جزء دعا هستش یا چیز نیست. میگه که این دعا رو هم هر کسی 3 بار بخونه از خرسبزه و آتش گرفتن، یانمدن، خرسبزدن و باتمدن فرو بره در حالا باطلاقی جایی خلاص میشه انشاءالله. حالا ادامه داره دیگه. از اینم اینجاش که دیدیم عربیه. حالا
یعنی یانمدن یعنی اینه یعنی اینجا یانه همان یعنی یانمدن و خرسب زدن و باتمدن گردگن bu ayetleri oğuya inna vali. حالا دیگه اینم بازم رفت به عربی که آیت میگه. بریم صفحه 120 کتاب ببینیم که اینجا اول مطلب کجا شروع میشه. خیلی بالا رفت. حالا ما از همین صفحه به تلاش میکنیم یه جایی. روزگار دخی kibr eşdi kibr etti ani گهر چون آدمی یارتی. حالا این دیگه نمیدونم چی بود. کبر etti ani گهر چون. در زبان ترکی گهر چی میشه؟ حالا بیا و درستش کن. عقده. میخوای گریه بکنی ولی نمیخوای گریه بکنی، اومده اینجا رو گرفته، این گریه خودتو گرفته. اینو قهر بهش میگن. فکر کنم اینه. با این قهر فرق میکنه. این قهر چون این قهرم یعنی عصبانیت. قهر به معنی عصبانیت هم هستش. قهر چون آدمی یارده جعل لنفسه. حالا اینجا بیتن من الترور والبرد والبریح بنی آدم دخیب کبر ادی. حالا یکی کبر کرد. آنی قهر چون uyguyu yarattı. حالا دوباره خواب رو آفرید. uygu yarattı. uygu دخی کبر etti. حالا خواب هم کبر کرد. آنی قهر چون به خاطر اون خستگی یاراتتی، بیماری رو آفرید. خستگی دخی کبر etti. اینم کبر کرد. آنی قهر چون موتی یاراتتی. به خاطر عصبانیت بر این خستگی بیماری مرگ رو آفرید. موت دخی کبر etti. حالا مرگم خودش کبر کرد. آنی قهر چون قیامت gününde cennet ile cehennem arasında zebh yani boğaz nur benim canım. zebh yani boğazlanur. boğazlanmak اینجا zebh میدونیم که به معنی بریدن سره. حالا اینجا میگه که ترکیه زب چی هست؟ میگه boğazlanmak. معلومه که boğazlanmak یعنی این boğazشو میبرن دیگه. اینجا boğazه، اینجا رو میبرن. میگه که cehennem arasında cennet ile cehennem arasında zibh yani boğazlanur benim canım. Bu 11 şey mükellef olmadıklarıyla bile kibr ettikleri için ne derde uğradılar. Zinhar sen dahi kibr eyleme ta ki belaya giriftar olmayasın. اینم من الان اینجا چند تا لغت یاد گرفتم. قهر رو یادم اومد. اینجا در یه معنی من خودم می نوشتم، یه معنی هم که اینجا هستش اینو متوجه شدم. boğazlamak رو متوجه شدم. خیلی جالبه boğazlamak. بریم صفحه 100 آخرین صفحه ببینیم که صفحه آخر چی داره. آیا میتونیم یه چیزی از اینجا به بعد میخونیم. این 3 صفحه آخر رو تلاش میکنم بخونم. حالا ببینم ساعتم چقدره. 1 ساعت تقریبا شده، 58 دقیقه گذشته. اینجا رو بخونیم. مجمع جدید. Ulema buyurdular bir parça ekmek değer mi olup yanına gelene dek 3'den yanına geleneden 360 Huda mi vardır. Evveli Mikail, ahiri
ekmekcidir. حالا این چی شد؟ Ulema buyurdular bir parça ekmek değirmi olup. Değirmi olup. Yanına gelene den yanına geledek 360 اینجا این کلمه قابل خوندن نیست. خسامی واردور. این نمیدونم خسامی خدامی چی هستش. واردور. اولی میکائیل. احتمالا خدام هم میتونه باشه. 360 خدامی واردور. اولی میکائیل، آخری اکمکچیدور. یا غافل. حالا میگه این اکمکی که یه کیک نون که دستتون هست، برای اینکه به دستتون برسه اینقدر 360 خدام داره، خدمتکار داشته که این به اینجا برسه. اولیش میکائیل، آخرش هم اکمکچیه، نون، کسی که نون رو پخته. یا غافل. اسم اولدون. اسم اینجا به معنی با صاد نوشته شده، به معنی کر، چار. اسم اولدون چار. این رفته فارسی شده کور و کر. اسم اولدون بغلیسن. حالا این چیه نمیتونم بخونم. سکران اولدون و آن تعدو نعمته الله لا تحسوها کذا فی حیات الحیوان وسیله. بازم ناقص مونده این قسمت. این صفحه هم جهان باغنده ای عاقل بودور مقبول انسجین نه kimse senden incisin sen ne sensun incisin ne sen bir kimseden inci. شعر جهان با شاید اینجا هم نه اینجا نداره. جهان باغیده ای عاقل budur مقبول انسجین ne kimse senden incisin incin ne kimse senden incinsin ne sen bir kimseden incin. Yemeğin bir خردل etsin tek ten hemen at etmesin. Yemeğin bir خردل etsin ten hemen at etmesin. حق تعالی گلونی نامرده محتاج etmesin. اینم شعره. هر kim اکشه دعاسنده. هر kim حالا این اکنه دعاسنده işbu خطون کاتبین ها. هر kim این چیه آنشه دعاسنده işbu خطون کاتبین خیره یاسون شرنی آنون کرامات کاتبین. هر کیم آکنه. حالا این احتمال میگه که نمیدونم چون کامل دیده نمیشه. دعاسنده ایشبو خطین کاتبین. هر کس حالا این نویسنده این خط رو دعا بکنه در حالا اون حالت. خیره یاسون شرنی آنون کرامات کاتبین. کرامات کاتبین بدیه های اون رو خوبی بنویسه. تمت الکتاب به اون الله الملک الوهاب ذنوبی کموج البحر بل هو اکثر اصغرها کالجبال بل هو اکبر لکن ان الرحمن اذا عفا یکون کعوز الرباب بل هوا صغرو. کتبه الفقیر الحقیر. حالا اسمش چیه؟ حسن ابن علی غفر الله و والدی و احسن الچیزما علیهما و احسن علیهما و لجمیع المؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات
الاحیاء منهم والاموات برحمتی که یا ارحم الراحمین. حالا اینجا اسم خودش گفت، حسین ابن علی این رو نوشته، حسین پسر علی این رو نوشته. و الحمدلله رب العالمین و دعا زیارت ابو ایوب انصاری. حالا دعای ابو ایوب انصاری رو اینجا نوشته. السلام علیک یا دار قوم مؤمنین، انتم لناصف و نحن معكم تبعا، یغفر الله لنا و لكم و انا ان شاء الله بكم لاحقون. السلام. حالا این هم دیگه دعاست، عربی هم هستش و البته یه جایی به بعدی تبدیل میشه به چیز. یا خالد ابن زید السلام، یا ابو فلان انصار السلام، و یا غز یا سبیل الله السلام سیدنا صاحب فلان و علمدار حبیب الله جنابنون واقفین به با متوسلین من الى رسول الله الى ایرام. چه عربیه باز. الى ربنا و یسول ربنا زیارت و فی زیارتی و زیارتون و این نه همش عربیه، این آخرش عربیه. خب من میخواستم یه تاریخی از کتاب هم ببینم که در چه تاریخی نوشته شده، متوجه نشدم. فقط دونستیم که اسم نویسنده حسن ابن علی هستش. قطعا در دوره عثمانی نوشته شده. اگر میتونستیم یه اسمی از کتاب همینجا در صفحه اول باید حتما در این باره یه چیزی مینوشت ولی ننوشته. یعنی ما اینجا این صفحه رو خوندیم، حتی این صفحه هم احتمالا باید این صفحه رو بخونیم. شاید یه جایی درسته که از الان بیش از 1 ساعت از اینجا گذشته، 1 ساعت و 6 دقیقه 7 دقیقه در حقیقت، ولی verecektir zira adildir ve bazı kötübde mesturdur kıyamette 3 kimseye azap olunur valideyne ve hatunun erine. Ne için? Valideyne ve hatunun erine. Ne için? Evladlarına ve hatuna ادب و علم hallerin تعلیم etmedikleri için. اگر شوهر زنی و والدین بچه هایی به خاطر عدم تربیت آموزش ادب و علم حال در روز عذاب خواهند شد. حقیر پرتقصیر اللهم دیر که استدراج یک کتابه. اللهم دیر که استدراج علمن است بلکه dünyada olmaz. استدراج olmaz ise belki dünyada dahi faqr faqe ve neçe belalele ile azab olunur ve aksi aks olunur zira müşahede olundu ve hakkında ayet-i kerime vardır و تاتار خانه لطائفتن نقل ادر حضرت عایشه رضی الله. اینم که اینجا رو خوندیم. انصار ایله نظر ایلسه علی تحقیق و دلالتا بلکه صراحتا معلوم olur ki اهل و ایالینه 3 علمی اری üzerine تعلیم etmesi vacibdir. اول وجوب چون و بعضی احبانون الهالری علمن و قختن پریشان حال ایله الدا 3 علمün bazı meselelerin Türkçe'ye yazmaya تعدی نیست.
Teravi olundi. Türkçe yazmağa teravi حالا هرچی است اولوندی و بو دیباچه ol مسائله فهرست gibi olur تمشن edene تمشق edene ve lakin Türkçemiz galet olup gayri gelemler dahi ağlat ettiler. بعد اطلاع اغلاط اهل حالا یه بار نوشته دوستانی خوندن گفتن آخ ترکی رو غلط نوشتی، اومده اصلاح کرد. اغلاط اهل سگایه münsafiden اعتذار için bu دیباچه تحریر اولوندی. محب منصفten اینم منصف بوده در بالا. اهل سگایه منصفten اعتذار için üzrخواهی için bu دیباچه تحریر اولوندی. فحب منصفinden niyaz olunur ki محب منصفinden niyaz olunur ki mesail rekikesin ve ibarat segimesin tasih edip dökünmez eybimizi yüzümüze örmeye. Dökenmez eybimizi yüzümüze vurmaya ve iki cehanide bir taraha ola. Bir turha ya turfa olasız. Bizim niyetimiz izhar fazl değildir. Belki niyetim ta'lim ehl ayal ve ta'lim ahibbadır. Ta ki kıyamette rica olunur ki azabiden khilas sebep ola. Benim canım elbette bir sahihe mushaf şerif ve akaide iki risalemizi ve şerh ve köy ve şerh و köy و şefa gulub ve tercüme minhaci ve tercüme minhaci ve tercüme طریقتی و ترجمه. حالا اینها رو به زور دارم میخونم بلکه از پشت اون خطایی که پشت نوشته شده عکسش افتاده اینجا نمیشه. میشه این کار رو یه جوری دیگه هم انجام داد. اگه بتونم این کار رو میکنم. من مثلا اگر از این صفحه حالا در پیشش نه اینجا نمیشه. چرا میشه به نظرم؟ بذارید ببینم. میشه از این صفحه عکس گرفت داد گوگل این رو برای ما بدون این در بیاره. بذارید ببینم میشه. حالا من اینو چیز میکنم اگه تونستم. بذارید ببینم. بذارید من اینو امتحان میکنم. به نظرم میتونم این کارو. به هر حال بذارید ببینیم. حالا این داره دعوا میکنه چیز از دست اون دوستان محبش. حالا کتاب‌های زیادی رو ترجمه کرده و اینها رو داره میشموره. ترجمه اولدی و حمزه افندی رساله sini peyda edip onlarıyla siz iki cihanın izzetine به اون الله تعالی sebep olur. Bir zinhar onları hifz ve amel etmek lazımdır.
و الا آنلر حفظ اولون میوب و آنلر ایل عمل اولون مز ایسه او متاعی gibi او متاعی gibi. حالا اینجا نصیب چی اولور ایسه خونده nemiشه caiz değildir ve kıyamet alametlerindendir ve belki mahşerde azab ve sebep olur. Evvela bu tercümein ve minhacden, bu tercümeden ve minhacden ve şerhi برکوی احتمالاً همون یکی دو روز یک کتاب ازش خوندیم، همونه، شرحی بر یکی از کتابای اون هست و شرح برکویدن انتخاب اولونان مسائلler تحریر اولوندی. حالا اینجا بگیینده bizim bütün hakka یعنی ترجمسی، این عقاید ترجمسی، bizim tüm عقاید tercümesi tahrir olundu. Sonra icmalen ahlak hamide ve zemime ma'naleriyle sonra اهم بالتخلیه خلوصی دلیلیyle sonra الزم بالتخلیه. حالا اینجا دوباره اعمال اولن زیارتی دلیلی ile sonra مسائل شتا tahrir olundu ve bu tercüme yazan her meselenin arasın ikişer bester ya ikişer satr مقباری یا مقداری بیاز ترک اده نون ترک اده و رقمleri. اینو اگه بشه بخونم خیلی عالیه. این یه جایی اینجا باید کتاب رو بگه ولی واقعا اون سطرهای صفحه بعد اون ور صفحه از اینجا دیده میشه. در نتیجه این کتاب رو چیز میکنه، خواندنش رو خیلی سخت میکنه، ولی با این حال بعضی از کلمات رو اگه در نظر نگیریم خوب پیش میره. رقمlerin doğruca goyanın ve her rakam başında kırmızı سرسخن ورا. حالا سرسخن رو ببینید، سه و راب خ نون، سرسخن سور اینجوری باید بشه، سرسورخن اینجوری نمیشه، سرسورخن و ورنون مرادی حاصل اوله زیرا فهمه و حفظه سبب دور و بو ترجمه نظر ادوب، بو ترجمه نظر ادوب حقیر غافلی خیر دعا اده eden ki cehanide iki cehanide edenün iki cehanide Hakkı Teala muradlerin ihsan. من اینجوری دارم میخونم احسان ایلیه دوباره احسان گله، احتمالا اولی احسان گله احسان ایلیه آمین به حرمت الامین علیه السلام benim canım el-eman lütf kerem edip amelinizi ve akaidinizi ve ahlakınızı minhacden ve berkuy şerhinden ve
تمویلیدن، حالا این چیه نمیدونم، تملیبیدن و علا و طی و طریقتن، حالا این کلمه رو نمیتونم چیه، تنبیدن و طریقتن و شفاء قلوبدن و bu ترجمدن تمامجه bilesiz زیرا عقاید علمی و عمل علمینی و اخلاق علمینی و عمل علمینی، عقاید علمینی، عمل علمینی و اخلاق علمینی و bu dahi و bu üç ilmi hifz ve fahm olmadıkça amel makbul olmaz ve takvaya kemaliyle ve takvaya kemaliyle sa'i ede siz zira salah amel ve kabul amel ve tevfik amel bu üçü takva ile hasıl olur. Nitekim Hakkı Teala buyurur: yuslahu lekum a'malakum innema tasilla yettasilullah la yettasal tekabbelallahu minel muttaqin innallaha ma'al muttaqin. Allah ahlak zemimene berkuy şerhinden ve tarikatinden ve minhacinden şefa-i kulubiden ve bu tercümeden ve isma gub ta'lim daima yekub ta'lim ve hifz و فهم edesiz zira küfr ve من مساوی میکنم و یا خالقی ریا و غالب و ریا عملون ذاتینی و حالا دیگه نمیشه خیلی تلاش میکنم برسیم به یه جایی که بتونیم اسم کتاب رو در بیاریم. متاسفانه من فکر میکنم خطش خیلی زیباست، مشکلی که وجود داره اون خطای پشت صفحه رنگش افتاده روی اون، باید بشه این رو یه جوری درستش کرد. همینجا کافیه مهندسی جهل 110 رو اینجا تمومش بکنیم. من تلاش میکنم ازش ببینم میتونم یک نوشته جالبی ازش بگیرم، این باشه که خیلی عالی میشه. روز و شبتون بخیر، الله یارتون.